بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و موالاه، ما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران بزرگوار، در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستم از یکی دیگر از برنامه ها، و در این برنامه به توفیق الله متعال به پاسخ سخنان بیجا و سخنان ضد اسلامی جناب آقای رحمانوف، رئیس حکومت تاجیکستان، این نباید پیشوای ملت و رئیس جمهور و اینها گفت، چرا که اینها نه به ملت ارتباط دارن، به ملت شریف و عزیز تاجیکستان، و نه هم اینها رئیس جمهورن، بلکه رئیس حکومت و یا رئیس رژیمی است که متشکل از یکی دو خانواده است و قدرت را کلا به دست گرفتن و مردم را با عرض تأسف اذیت میکنن و آزار میدن و بر شانه های ملت سوار شدن. اینها پیشوای ملت نه، بلکه سوار شدگان بر هر حال شانه های ملت هستند. به هر ترتیب یک صحبت بسیار طولانی تا جایی که حتی افغانستان اینترنشنال هم آمد روی آن یک تعلیق داد که من در یک ویدیوی جداگانه به توفیق الله متعال تعلیق شبکه اسلام ستیز افغانستان اینترنشنال را انشاءالله پاسخ خواهم داد. اما در اینجا میخوام صحبت‌های خود رحمانوف را انشاءالله نشر بکنم و دربارش صحبت کنم. ببینید این صحبتش طولانی است، تقریبا 2.5 ساعت است، 2 ساعت و 28 دقیقه تقریبا، یعنی 2.5 ساعت. حالا در طول این 2.5 ساعت چرندیات زیادی گفته. حالا یک سری مسائل است که مرتبط به این است که ما نمیدانم در تاجیکستان چنین کردیم و فلان کردیم و در 2026 فلان میکنیم و در 2027 فلان میکنیم و علان میکنیم و مشکلات مردم را حل میکنیم. خب در طول این سالها مشکلات ملت تاجیکستان را واقعا حل ساختی، خیلی واضح است و بسیار نالش داره که نمیدانم بسیاری از دانشمندان و بسیاری از فهمیدگان کشور را رها کردن. خود تو باعث شدی، چون یک دیکتاتور هستی و مشخصه که دیکتاتوری تو به اوج است و با این دیکتاتوری داری ملت را آزار میدی، اذیت میکنی. کسی جرئت نمیکنه که برای تو بگه پشت چشم تبروز یا پشت چشم خانواده تبروز، و خیلی راحت مردم را قلع و خم میکنی و میکشی و میزنی و میبندی. حتی بسیاری از کسانی که در بیرون هستند به خاطری که خانواده هایشان در داخل تاجیکستان هستند جرئت نمیکنن این حرفایی که من میگم را بگوین. دلیلش همینه، چرا که تو یک دیکتاتور هستی، یک ظالم هستی و بقیه دیکتاتورها و بقیه چاکران و چاپلوس ها و کفشپاک هایی که دور بر تو هستند، حالا به نام وزیر و به نام رئیس و به نام وکیل و به نام فلان و علان، همه جز آنچی که تو بگویی، آنچی جناب عالی بگه، کسی دیگه حق نداره که چیزی بگویه، کسی دیگه حق نداره که اظهار نظر بکنه. چرا؟ از آنجایی که اسلام ستیز هستی، از آنجایی که دشمن مسلمانان و دشمن اسلام هستی، دنیای غرب هم به تو کار نداره. مثلا اگر این روشی که این تعاملی که این داره مثلا اسلام ستیزیش نمی بود، به نام یک مسلمان خودش را معرفی میکرد، تا به حال شاید جسدش به زیر خاک میشد و دنیای غرب مانند هر جا که مانند سگهای وحشی حمله میکنن و به هر حال مسلمانان را قلع و قمع میکنن، تو را هم قلع و قمع میکردن. اما از آنجایی که به نفعشان هستی کسی به تو کاری نداره، کسی به تو چیزی نمیگه، و الا اینکه دیکتاتوری تو به اوج رسیده. و یقین داشته باش این را، هم تو و هم پیروانت، هیچ دیکتاتوری در دنیا باقی نخواهد ماند. همچنان که در جلو روی ما یک سال و اند میشه که گذشته، حالا 1 سال و چند روز میشه که گذشته، همین بشار اسد و پدرش حافظ اسد چه ظلمها و جنایتهایی که در سرزمین سوریه نکردند، ولی الله متعال بساطشان را جمع کرد و معلوم نیست که سرنوشت این ظالم بشار اسد آخر چی خواهد شد، از بس که ظلم و جنایت کرد. و تو هم دقیقاً سنت الهی بر تو هم خواهد آمد و این ظلم و استبداد و دیکتاتوریت تو ادامه پیدا نخواهد کرد. و با این غرور و تکبری که داری حرف میزنی و برای مردم تعیین تکلیف میکنی و برای مردم میگی این کار بکنید آن کار را نکنید و زور میگید و داری زور میگی بر علیه ملت، یقینا که اینها باقی نخواهد ماند. اما عموما صحبتهایش در آن دروغهای آشکار و واضح وجود داشت، مشکلات لغوی وجود داشت. حتی این آدم به عنوان رئیس یک حکومت حرف زدن خود بلد نیست، یعنی کلمات استعمال میکنه که اینقدر ما فرهنگ آریایی داریم و فلان داریم و به گذشته خود باز میگردیم و فلان میکنیم. تو حرف زدن خود یاد بگیر.
لغاتی که استفاده میکنه، باور کنید بعضی از این لغات هیچ ریشه فارسی اصلا نداره. یعنی فرق معلم و معلم نمیفهمی، معلمه و معلمه را نمیفهمه، فرق معلم و معلم. همانطور عادی خلاص مانند یک آدم عادی و آدمی که اصلا درس نخونده حرف میزنه، بعد اینقدر ما درس بخوانیم و ما فلان بکنیم و علان بکنیم و مساجد را ببندیم و بابا جان این حرفا چیه؟ خودت یک چیزی یاد بگیر، سوادت را بالا ببر. و از نظر معلوماتی در ضعف معلوماتی قرار داره. حالا به یک سری مسائل پرداخته که من یقین دارم که اغلب و اکثر اینها دروغه، اما از آنجایی که بنده در تمام وضعیت تاجیکستان مطلع نیستم درباره آنها اظهار نظر نمی کنم و امیدوارم که ان شاء الله کدام کسی دیگری از عزیزان تاجیک خودش وارد بشه این مسائل صحبت بکنه، مسائلی که آمده گزارش داده که در داخل تاجیکستان ما چونین کردیم و فلان کردیم و علان کردیم و این کردیم و آن کردیم، اینها رو بیه برای مردم شرح بده و برای ملت عزیز تاجیکستان توضیح بده که این آدم چقدر دروغ گفته و چقدر تزویر کرده و چقدر داره سر مردم شیره میماله و مردم را میفریبه، چون از طرز حرف زدنش مشخصه و یک اندک معلوماتی که من دارم میدانم که اینها اکثر و اغلبش دروغه. اما ان شاء الله که کسی در این راستا صحبت خواهد کرد و بسیار از این مسائل را توضیح خواهد داد ان شاء الله و یقینا و باید ملت تاجیکستان بیدار باشند و خاصتا عزیزانی که در خارج از تاجیکستان هستند بیان این مسائل برای ملتشان آشکار بسازند، برای مسلمانان. حالا ضرر این فقط به ملت تاجیکستان نیست، ضرر این به کل مسلمان هاست، به خاطر این که این شمشیرش را کشیده بر علیه اسلام و مسلمین و به خاطر همینه که منم دارم دربارش صحبت میکنم و من بیشتر جهت دینی حرفایش رو صحبت خواهم کرد و یک سری مسائلی که داره تاخت و تاز میکنه بر علیه فرهنگ اسلامی و آن را خرافات میخوانه نعوذ بالله و بعد از آن فرهنگ خرافاتی زرتشتیت داره یعنی به اوج میرسانه و داره رواج میده. چرا؟ قبل از این که من صحبتایش رو نشر کنم دوستان عزیز ببینید، دیکتاتورها عموما عادتشان بر است که ملتی را میپسندند که برایشان بله بگه، یعنی ملتی که از خود فکر آزاد داشته باشه، ملتی که بتوانه روزی اینها را سرنگون بسازه را نمیخواهند. اسلام برای اینها یک خطر سیاسی است. توجه کردید؟ غیر از اینکه خطر فرهنگی است به اینها و جلو زورگویی اینها را میگیره، در عین حال خطر سیاسی است برای اینها. چطور؟ یعنی این که اینها را از این جایگاه و از این عرش و تختی که برایشان جور کردن اینها را میکشه پایین. به خاطر همین اینها با اسلام مشکل دارن، با مسلمانهای راستین مشکل دارن. چرا که مسلمان راستین بردگی را نمیپذیره، اما زرتشتی ممکنه بپذیره و میپذیره. چرا؟ کردار نیک، پندار نیک، گفتار نیک، همین را یاد گرفته. حالا ای که در کتابش در اوستا واقعا این سه تا جمله وجود داره این مهم نیست، مهم اینه که فقط همین را یاد گرفته. بنابراین بردگی را میپذیره، دیکتاتوری را میپذیره، هر آنچه که دلت بخواد میپذیره، فقط بعد معنوی را تلاش میکنه که برای پیروان خود داشته باشه، اما در ابعاد دیگر نه. به خاطر اینها با اسلام مشکل دارن، با فرهنگ اسلامی مشکل دارن، با دین اسلام مشکل دارن، چون دین اسلام پیرو خودر و کسی که دنبال اسلام میره او را آزاد به بار میاره، او را ظلم پذیر به بار نمیاره که ظلم را بپذیره. در اسلام نه ظلم نه ظلم پذیری، نه بر کسی ظلم بکن نه ظلم را بپذیر، نه ظالم باش نه مظلوم. اینه که دیکتاتورها میترسند و شما را میگه که مسجد نسازید اما کانون فرهنگی برای رشد فرهنگ زرتشتیت بسازید، اشکال نداره. و اینها به خاطر این ترس دارن، هراس دارن و میترسند و این دیکتاتور هم هدفش همینه. و شما این نکته‌ای که گفتم این را دقت کنید، در حرف زدنش، در تعاملش، در گفتارش، باور کنید مانند روز روشنه. از مسلمان میترسه، از اسلام میترسه، چون میدانه که به زندگیش او را سرنگون خواهند کرد قبل از این که به بچهش برسه و به کسی دیگری. به خاطر همین کوشش میکنه که به هر نحو ممکن بر علیه مسجد تاخت و تاز بکنه، بر علیه علما تاخت و تاز بکنه. و من متعجبم که یک تعداد ملاهای مانند حاجی میرزا و مانند دام الله عبدالرحیم و مانند فلان و علان و آهایی که سلفیت، آهایی که فلانیت، آهایی که علانیت، چرا در اینجا ساکتید؟ پیشوای ملتتان، البته خودش خود را پیشوای ملت میگه، من گفتم که این پیشوای ملت تاجیکستان نیست،
این باری بر دوش ملت تاجیکستانه. خب حالا شما میگید پیشوای ملت، این پیشوای ملتتون داره چی کفرگویی میکنه؟ چی میگه؟ چرا شما در اینجا ساکتید؟ چرا جلوش رو نمیگیرید؟ چرا برایش چیزی نمیگید؟ فقط جایی که حالا یک دعوتگر افغانی، یک عالم افغانی حرفی بزنه که شما بیرون بشید، آهای که ما پیشوای ملت و که فلان است و که اینها با ملت تاجیکستان مشکل دارن. اعوذ بالله که کسی با ملت عزیز و شریف و نور چشم تاجیکستان مشکل داشته باشه. نه، مشکل ما مسلمان ها با هر دیکتاتوری است که بر سر خواهر و برادر مسلمان ما ظلم بکنه و زور بگویه. به هر ترتیب میشنویم حرفایش را، یا به اصطلاح بگیم خزعبلاتش را، ببینیم که چی میگه. شروع میکنیم. بسم الله. ما چطور ساختیم؟ ما چطور امروز اگر جمع کنیم از همه آسیای مرکزی در مجموع داعش 2 برابر زیاد است. بله، میگه در تاجیکستان مساجد بیش از، یعنی 2 برابر بقیه کشورهایی است یا بقیه جاهایی است که در آسیای میانه. البته این دروغ است، این رو داره دروغ میگه، آماردهی دروغ میده. به هر حال چون مشکلش با مسجده. ببینید چی میگه. حالا این را زور داده، آتش گرفته که مساجد در تاجیکستان زیاده. بدبخت، بیش از 90% ملت تاجیکستان مسلمانه، اینها نماز میخوانن، اینها عبادت میکنن. تو چرا سوختی؟ تو رو چرا زور داده که مسجد میسازن؟ مگر تو به آنها پول میدهی؟ مگر از جیب تو و خانوادت میره؟ خودشان برای خود مسجد میسازن. تو چرا تو رو زور داده؟ ملت شریفه، ملت مسلمانه. چی فرض کردی تو خودت را؟ ببینیم چی میگه. چقدر ناراحت از این که مسجد میسازن. بس یعنی دیگه نسازید. مسجد چرا میسازید؟ چیکار بکنیم؟ در اخیر شما ببینید که چی میگه، که فرمان داده که کانون فرهنگی برای رشد آبایی و اجدادی و همان زرتشتیت و آریاییتی که خودش میگه، اونها را بسازید، مشکل نداره، اما مسجد نسازید. چرا؟ چون این مسجد جایگاه و عظمت بزرگ داره. بعد ببینید حرفش چی میگه. بعداً من ان شاء الله درباره مسجد صحبت میکنم. مسلمانی ما را هیچ کس نمیگیرد. بدون شک مسلمانی ملت تاجیکستان نه تو گرفته میتانی، نه فرزندت گرفته میتونه، نه خانوادت گرفته میتونه، نه تمام اینهایی که دور بر تو برای تو کف میزنن. هیچ کدامشون نمیتونه. دل جمع باشه. مسلمانی ما از خودمون. نه، تو خب مسلمان، تو با اصلا با اسلام و با مسلمان مشکل داری. دروغ نگو، خیلی واضح هست، آشکاره، واضح هست. سبحان الله، این تعبیر قرآن کریمه. قد بدت البغضاء من افواههم. همین از دهانش کینه و کدورت و دشمنی و بغض بر علیه مسلمان ها آشکاره. و ما تخفی صدورهم اکبر. اما او چیزی که در دل داره الله میگه به مراتب سخت‌تر و بدتره. قرآن کریم چهره‌های شما را آشکار کرده. حتی از طرز حرف زدنت معلومه. حتی شما تصویرش را ببینید وقتی که درباره مسجد صحبت میکنه، چقدر با حقد و با کینه و با کدورت داره این سخن را مطرح میکنه. خب انا تو وقتی علم آموختن. خب چی ربطی داره جاهل؟ مگر مسجد با علم آموختن مشکل داره؟ در طول تاریخ اسلام ببین، قبل از اینکه یعنی مسلمان ها به این وضعیتی که فعلا افتادن بیفتن، قبل از اینکه خلافتی از دست مسلمان ها بره و مسلمان ها خلافت داشتن و سالها بر جهان حکومت کردن، ببین که مسلمان ها در اوج تکنولوژی و پیشرفت زمان خود بودن، در اوج تمدن زمان خود بودن، تا جایی که اروپایی ها می آمدن از آنها کپی می کردن، تا جایی که امروز بعضی از دانشمندان اروپایی بعضی از چیزی که به نام کشفیات میگن و به نام اختراعات میگن دزدی شده از دانشمندان مسلمانه که ما والله این را کشف کردیم، در حالی که میبینیم که 1000 سال قبل از اون یک مسلمان این را کشف کرده بوده و به دروغ به خود نسبت میدن. تا به حال بعضی از کتب اسلامی و بعضی از کتب دانشمندان اسلامی در بزرگترین پوهنتون‌ها و دانشگاه‌های غرب تدریس میشه و آنها را میخوانن یا ترجمه میکنن یا از آنها کپی کردن و به نام خودشان نوشتن. چی ربطی داره؟ یعنی چی؟ این جاهل میخواد بگه که شما برید علم بیاموزید، چرا اینقدر مسجد میسازید؟ یعنی علم منظورش همان علم و تکنولوژی و پیشرفت و این مسائل علوم دنیوی است. کی با اینها مخالفت کرده؟ کجا اسلام با اینها مخالفت میکنه؟ بلکه اسلام به شدت به سوی اینها فرا میخوانه. بلکه اگر مسجد به اون مسجد بودن خود باقی بمانه، باید اینها در اونجا تدریس بشه. مگر در طول تاریخ همینطور نبوده؟ بهترین دانشمندان اسلامی در علوم فنون از مسجد استفاده میکردن به عنوان یک مرجع
به عنوان یک پایگاه علمی، پایگاه نظامی و پایگاه های مختلف. ای که تو نمیدانی مشکل خودت است، برو سوادت را بالا ببر، مشکل خودت است. چی ربطی داره؟ یک بار دیگر هم همین حرفا رو گفته بود، این حجاب و این مسجد و اینها با تکنولوژی و با علم و پیشرفت مشکل داره. جاهل کی این را برای تو گفته؟ از کجای اسلام این را چنین برداشت کردی که اگر مسجد زیاد باشه با علم و تکنولوژی و با پیشرفت علوم دنیوی و فنون دنیوی مشکل ساز میشه؟ کی این را به تو گفته؟ کی به تو یاد داده اینها را؟ از کجا این را یاد گرفتی؟ خب از آموختن، خب هنر آموختن، بلند برداشتن سطح معرفتی ملت تاجیکان است. من باز میگویم، روی راست میگویم، با خرافات دولت ترقی نمیکنه. بله بدون شک. یعنی نعوذ بالله میخواد بگه که مسجد و این به هر حال دین و اینها خرافاته. خیلی واضح، یعنی آشکار در سیاق همین جمله داره میگه این حرفا رو. متوجه شدید؟ در حالی که تو جاهل حتی اگر بفهمی در باب سیاست اسلامی، والله من به تو و امثال تو چالش میدم که شما اگر کوچکترین مسئله ای را در باب سیاست اسلامی بدانید، تو فقط تنها چیزی که یاد گرفتی از غربی ها داری نشخوار حرفای اونها را میکنی، نشخوار سیکولاریست ها و سیکولارهای غربی را داری میکنی. فقط همین. اسلام را فکر کردی مانند نصرانیته. این را میگه خرافات. مسجد ساختن خرافات. جاهل. پایانتر می ساده میگذارم، از یگان به تمام مردم ما رو بیاریم. بینه دولتایی که در دنیا ترقی کرده و پیشرفته هستند از لحاظ علمی تکنولوژی، کجاها؟ خب کجا؟ اما در کجا قرار داریم؟ این رو از خودت بپرس. تو داری ملت رو به این بیچارگی و بدبختی میاندازی. این رو چرا به اسلام و به مسجد ربط میدی؟ تو داری ملت رو به این درماندگی و بیچارگی میاندازی. وگرنه ریش یک مسلمان، مسجد، قرآن، اسلام چی ربطی به این داره که تو پیشرفت نکنی؟ پیشرفت بکن. کسی مگر مخالفت کرده؟ تو داری جوانان را بر سرشان فشار میاری، مجبور میشه فرار بکنه، تاجیکستان را رها بکنه، چون بساط امنیتی به اونها هموار نکردی، بساط اقتصادی به اونها هموار نکردی. چرا این را میاندازی به دوش مسجد؟ چرا این را میاندازی به دوش دین؟ سبحان الله. شما ببینید دیکتاتورها چطور با عقول مردم بازی میکنن. 90% بازار ما امروز تمام زندگی ما از خارجه است. خب چرا؟ از تو خودت رو به عنوان پیشوای ملت میگی. تو باید این مشکل را حل بسازی، نه ای که تاخت و تازت بر سر مسجد و بر سر دین و بر سر اسلام و قرآن و اینها باشه. ما در آسیای دیگر آب ریخته ایستادیم. تو خودت بله. پایگاه ما بیرون رفته ایستاده است. خب چرا رفته بیرون؟ از خودت بپرس چرا رفته بیرون؟ خب دوستان عزیز، ببینید این داره بی‌حرمتی میکنه. خیلی واضح و آشکار به مسجد داره بی‌حرمتی میکنه، در حالی که مسجد از شعائر الهی است، از بزرگترین شعائر الهی است. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. کسی که تعظیم شعائر الله میکنه این از تقوای قلوبش است. و اونی که بی احترامی میکنه به مسجد، بعدن من برایتون خواهم گفت که از صفات مشرکان و کافران و منافقانه، نه از صفات مؤمنین. مؤمن به مسجد بی حرمتی نمیکنه، به ساختن مسجد ناراحت نمیشه. الله متعال میفرماید انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. مؤمنینی که به الله و روز آخرت ایمان دارن اعمار مساجد میکنن، چه اعمار معنوی باشه چه اعمار حسی باشه. قرآن میگه و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعی فی خرابها. چه کسی ظالمتر و ستمگارتر از کسیه که مردم را از مسجد منع میکنه که ذکر الله در اونجا بشه و سعی فی خرابها، و سعی و تلاش در تخریب مسجد میکنه، حالا تخریب معنوی باشه یا تخریب حسی باشه که از جملهش همین رحمانوفه. خیلی واضح و آشکار. میبینید عصبانی است به این که مساجد داره زیاد میشه، انگار که در آمریکا داره حکومت میکنه. بابا جان اینجا مسلمانند، بیش از 90% مسلمان به مسجد نیاز دارن. ای که تو داری جوانان را اجازه به مسجد نمیدی، آنها را بر سرشان ظلم میکنی، تعدی میکنی، تجاوز میکنی، و مساجد باید زیر دست تو باشه و دیکتاتوری میکنی و زور میگی و ظلم میکنی. بس جدایی هست. سبحان الله یا سبحان الله. توهین به مسجد کفر است.
چرا که از بزرگترین شعائر الهی است. من به کتب دیگران نمیرم، میرم به سراغ کتابی از کتب احناف رحمهم الله، چون این خودش رو حنفی میگه و به هر حال اون ملاهایی که دور برش آی که سلفی ها اینچنین هستن و فلان هستن و علان هستن و وهابی و فلانی و علانی، و خودش رو یک بزرگترین حنفی معرفی میکنه. تو که خودت رو حنفی میدانی، بیا که برای تو یک فتوا بخوانم. در کتاب مجمع الانهر فی شرح ملتقى الابحر، در مجلد اول صفحه 692 و 693 میگه اذا انکر آیه من القرآن، اگر کسی آیه از قرآن انکار بکنه و استخف بالقرآن، یا قرآن را نعوذ بالله به سبکی یاد بکنه و قرآن را بی عزتی و بی احترامی کنه، او بالمسجد او بنحوه، یا به مسجد بی حرمتی بکنه و جایگاه مسجد پایین بزنه، از جمله آنچه که باید در شرع الله تعظیم بشه، او عاب شیئا من القرآن او خطی او سخر بآیه من کفر، میگه در این امور شخص کافر میشه. این را در الفاظ کفر بیان میکنه. و تو آقای رحمانوف داری خیلی واضح حقد و کینت را نسبت به مسجد داری بیان میکنی و عمل کرد تو و حکومتت هم این را نشان میده که تو با مسجد زاویه داری، مگر اون مسجدی که صدایی برای خودت باشه. با اون مشکل نداری، چرا که هر جای صدای برای خودت باشه برای تو اهمیت و ارزش داره، اما مسجدی که صدای حق از اون خارج بشه، صدای قرآن و صدای دین و صدای پیغمبر و صدای اسلام باشه، تو با اون مشکل داری، با آن زاویه داری. ادامه حرفاش رو بشنوید. این آدمی که میگه چرا اینقدر مسجد میسازید، ببینید بعداً چی میگه. گوش کنید. باعث افتخار ماست که گذشتگان نیکنام ما، آریایی ها و جهانیان زبان و فرهنگ، علم و هنر، آیین و سنت های بای و رنگارنگی بشردوستانه، از جمله نوروز. خب این چی ربطی داره؟ نوروز چی دستاورد بزرگی برای جهان فعلا؟ چی دستاورد بزرگی؟ اصلا از دستاوردهای آبا و اجدادت در زمان ساسانیان و اخامنشیان بگو یک چند تا. مثلا اشاره میکنه به کوروش در سلسله صحبتهایش. حالا بس اینجا نیست، من بارها در مورد کوروش صحبت کردم. با والله این چهره‌ای که فعلا از کوروش دارن نشان میدن این چهره واقعی نیست. تاریخ خلاف این را میگه، خلاف این را داره بیان میکنه، اما با ابهت این حرف را مطرح میکنن و با دروغ دارن مطرح میکنن و تاریخ را دارن جعل میکنن. کدام؟ آخر بری شما خودتون، مثلا من یک کتاب اسلامی برایتان مرجع نمیدم، یک کتابی که غیر مسلمان نوشته، ایران در عهد ساسانیان یا در زمان ساسانیان، حالا با ترجمه های مختلف، برید خودتون مطالعه کنید، ببینید چی میگه در مورد عهد ساسانیان و اینها در چه بدبختی و بیچارگی داشتن به سر میبردن، انسانها را و ملت بیچاره را در چه حالت قرار داده بودن، در چه وضعیت قرار داده بودن، حتی تا جایی که برای غیر کسانی که حکومتی باشن به فرزندانشان اجازه دبیر شدن نمیدادن. برید خودتون مطالعه کنید تاریخ را. حتی روایاتی در بعضی از کتبشان موجوده که با محارم خود ازدواج میکردن. بعد تو آمدی که افتخارات، از جمله افتخارات چیه؟ نوروز. خب این نوروز مگر کدام گل بر سر جهان زده؟ چی کرده؟ حالا ببینید در مورد نوروز چی میگه. اینچنین عنعنه‌های پیشرفته دولتداری، یعنی تمدن و فرهنگ جاودانه را با میراث داشتند. من در چندین برآمدها گفتم که نوروز بر یک نوع دین و مذهب و دیگر کار نداره. خب تو در مورد دین مگر معلومات داری که این حرفا رو میگی؟ یا تو در مورد ادیان مگر معلومات داری که این حرفا رو میگی؟ از شکمبهش همینطور میاندازه بیرون. تو مگر معلومات در مورد دین داری؟ تو دین شناسی خوندی؟ تو اصلا از اسلام چیزی میدانی؟ آخر همون هیچ، اصلا بگذارید همه کتب دیگر اسلامی را بگذارید یک طرف، کتب فقهی احناف، همین ملاهای بدبختی که به دور بر تو هستن و کفشت را پاک میکنن، کسی به تو نمیگه که در فقه حنفی چقدر بر علیه نوروز تاخت و تاز شده و بارها در فقه حنفی گفته شده که این عید مجوسی است، عید زرتشتیانه. کسی به تو اینها را نمیگه؟ جناب دام الله های مانند حاجی میرزا، من که نمیدونم، فکر نمی کنم حتما یعنی حاجی میرزا بیچاره را ارزش بده که حرفش را گوش بکنه، یا حاجی میرزا بتونه خودش را به این برسانه که حرفش را به او بگه. دام الله عبدالرحیم، دام الله فلان، دام الله علان، شماها کجایید؟
داره اساس فقه حنفی رو در این مسئله زیر سوال میبره. این خو نه بس سلفیت، نه بس وهابیت، نه بس اینه، نه بس اونه. مگر در کتب فقهی احناف این وجود نداره؟ چرا سکوت میکنید وقتی که این بیچاره هرچی به دهانش میگه؟ در روز قیامت یقه شما را خواهد گرفت که من چرا اینقدر چرند گفتم، یکی از شما نگفتید به من که درست بگو. و از طرف دیگر حرفش رو گوش کنید. بله، خودش رو حالا متخصص دین هست، متخصص سیاست هست، متخصص اقتصاد است و هیچی هم نمیفهمه، از هیچ کدام نمیفهمه. والله نه از سیاست درست اطلاع داره، نه از اقتصاد درست اطلاع داره، وگرنه ملت بیچاره تاجیکستان به این وضعیت به سر نمی برد. و نه از دین اطلاع داره. از دین خب من میدانم، چون اهل به هر حال مطالعه هستم و در سالهاست که الحمدلله با کتب اسلامی ارتباط دارم و میدانم اینها را، میفهمم که این چقدر جاهله. خب خیلی دهانش ماشاءالله بسیار بازه، دهانش بازه، هرچی چرندیاتی و دهانش میگه. خب گوش کنید. تاریخ نوروز بیش از 6000 سال است. بله. دینی میگونی اسلام یکیم 1000 سال است، دینی جوان است. خب چی ربطی داره؟ یعنی چی ربطی داره؟ ببینید دوستان عزیز، قبل از اینکه صحبت‌های دیگری بکنه، نوروز دوستان عزیز در مورد پیدایش آن مورخان میگن گرچه درست است، یعنی قبل از اینکه حتی دین زرتشتیت به وجود بیایه میگفتند و میگویند در نزد برخی از مورخان این عید نوروز وجود داشته. ای که سبب به وجود آمدنش چی بوده و چی کسی به وجود آورده، بین مورخان در طول این سالها و در طول تاریخ اختلاف نظر بوده. اما بعداً زرتشتیت این را آمد در دل خود جای داد و این را احترام کرد، تعظیم کرد، تا جایی که به عنوان یک عید رسمی و قانونی در حتی حکومت‌ها و دولت‌هایی که به عنوان دولت‌های زرتشتی شناخته می‌شدند، این را به عنوان دین مذهبی و رسمی و رسمیت شناختند و بخش لاینفک و غیر جدا شدنی از دین زرتشتیت شد. حالا این که چطور به وجود آمد، من برایتان ان شاءالله برخی از موارد را بیان خواهم کرد. این که چطور به وجود آورده، بعضا میگن که آغاز پیدایش جشن نوروز که به جمشید برمیگرده، میگه بعضی از سنگ نگاره هایی که از دوران هخامنشیا بود، یعنی قبل از ساسانیان، نشان میده که آیین نوروز در تخت جمشید بوده. به هر حال بعد از آن که چطور به وجود آمده، بعضی از محققان میگه به این باورن که جمشید به فرمان اهورامزدا به جنگ با اهریمن پرداخت و از آنجا که پس از نابودی او بار دیگر شادمانی و برکت به زندگی مردم برگشت و هر درختی که خوش شده و سبز شد، مردم آن روز را نوروز یا روز نوین خواندند. پس از آن این رسم برای ایرانیان جاویدانه شد، یعنی برای سرزمین فارس. برخی گفتند جمشید در جهان سیر میکرد، هنگامی که به آذربایجان رسید با تاج و تخت بر بلندای نقطه‌ای در مشرق جای گرفت و پس از آن که روشنایی آن تاج و تخت در هنگام طلوع خورشید مردمان را خیره کرد و آن روز را روز نو خواندند و جشن گرفتند. گروه دیگر معتقدند خداوند در اولین روز از ماه فروردین کار خلقت انسان و سایر مخلوقات را به پایان رساند و انسان برای سپاسگزاری و قدردانی از خداوند به نیایش و شادمانی پرداخت. شما ببینید همه اینها برمیگرده به یک اساس دینی، حالا حتی قبل از زرتشتیت، چرا که قبل از زرتشتیت در این سرزمین فارس ادیان دیگری وجود داشته و حتی اینطور نبوده که این دین زرتشتیت هم در تمام سرزمین فارس گسترانیده باشه، بلکه ادیان دیگری هم در کنارش بوده. حالا در دین زرتشتیت وقتی شما مراجعه میکنید دوستان از من فقط برایتان یکی را یعنی میگم، یشتها ترجمه و تفسیر ابراهیم پور داوود، این تفسیرش معروف ابراهیم پور داوود، جلد اول صفحه 593 و 594 را بخوانید، برایتان در مورد فلسفه جشن نوروز به طور مفصل پور داوود پرداخته و صحبت کرده و مباحث بسیار به درد بخوری بیان کرده و بیان میکنه که این اساس مذهبی داره. چون این حرف زد و متاسفانه در بین بعضی از ما افغانها، حتی بعضن از کسانی که خود اهل علم میگن، میان این مسئله را میگن که این صبغه دینی نداشته. بله صبغه دینی داره. حالا غیر از این که در کتب فقهای مذاهب چهارگانه وقتی شما مراجعه کنید این را همیش میگن که عید مجوسیانه، عید زرتشتیانه، در غیر آن در کتب خودشان موجوده. به اعتراف کتب خودشان این را به عنوان عید مذهبی و دینی میشناسن. و بعد این بیچاره میگه که حالا حتی در کتاب المحاسن و الاضداد از حاجز و همچنین الاثار الباقیه از ابو ریحان، شما در این دو کتاب هم که بخوانید، چی در حالا کتاب المحاسن و
اضداد باشه. و چی در کتاب الاثار الباقیه متوجه میشید که پیرامون نوروز صحبت میکنن، چرا که اینها یعنی نزدیک بودن حالا به ساسانیان و اینها، یک سری چیزهای را نقل میکنن، یک سری چیزهای را میگن، چی جاحظ و چی ابو ریحان، یک سری مسائل را بیان میکنن. خیلی جالبه که بخوانید که میبینید سابقه دینی و شرعی در طول تاریخ داشته. حتی در افغانستان، شاید در تاجیکستان همین وجود داشته باشه. من به یادی خود میگم در شبهای نوروز بعضا از مردم در روی بامشان آتش روشن میکردن، چرا که آتش نشانی مقدس برای زرتشتیانه و حتی از روی آتش در 13 بدر یا در روز 13 نوروز از روی آتش میپریدن، در چهارشنبه سوری از روی آتش میپریدن. اینها همه نشانه هایی از دین زرتشتیته که حتی تا به حال در میان برخی از مردم بدون اینکه فلسفهش را بدانن انجام میدن و در بینشان وجود داره. حتی در دین بابیت و در دین بهاییت میرزا بهاءالله که ادعا میکنه کتابش، کتاب الاقدس، وحی از جانب خداست. ببینید در کتابش چی میگه. در کتاب الاقدس بخش 16 فقره اول، یا قلم الاعلا قل یا ملأ الانشا، میگه ای قلم برتر، یعنی قلم الهی، بگو ای مردمان جهان، ای ملأ الانشا، ای مردمان جهان، قد کتبنا علیکم الصیام، ما برای شما صیام و روزه را فرض کردیم، ایام معدودات، روزهای شمرده شده ای، و جعلنا النیروز عیدا لکم بعد اکمالها، و نوروز را به عنوان عیدی برای شما بعد از اکمال روزه و بعد از اتمام روزه قرار دادیم. بیا جمعش کن. هنوزم میگی در هیچ دینی نیست؟ تو که سواد دین نداری، سواد دین شناسی نداری، چرا وارد میشی در این مسائل؟ چرا حرف میزنی؟ سکوت کن جان من. یعنی نوروز یگان چیز دینی نداره. بله جمعش کن. نه با اسلام، نه با زردشت، نه با... آها چرا داره، ارتباطش را گفتم. اما اسلام، ببینید اسلام دین کامل است، دین جامع است، دین شامل است. اینطور نیست که تو اگر چون اجداد و آبای تو زرتشتی بودن و تو فعلا مسلمان شدی، هرچی از خرافاتی که در زرتشتیت بوده اون را بیاری در اسلام بچسبانی. اینطور که نمیشه. اگر قرار بر این باشه مثلا نصرانی مسلمان میشه، جشن کریسمس را با خودش بیاره، صلیب را هم با خودش بیاره و هر چی داره با خودش بیاره، مگر درسته؟ چی چرندیات میگی؟ حالا آبا و اجداد تو این کارها رو انجام دادن، درسته؟ آیا دلیل بر این میشه که چون تو حالا ادعای اسلام میکنی و خودت را مسلمان میگی، اسلام باید به زور اینها را بپذیره چون که آبا و اجدادت انجام دادن که چی؟ دادن اشتباه کردن چون این کارهای انجام دادن. خیلی راحته. سبحان الله. خب یگان دین دیگر. بله یگان دین دیگر، اینهایی که خواندیم اینا خواهید چی دیگه. ما وظیفه داریم که بله. در برابر افتخار کردن از میراث عالمشمول اجداد خود آن را صاحبی کنیم، آموزیم، ادامه دهیم و برای نسل‌های آینده همچون گنجینه بی‌بهای هویت‌ساز به میراث گذاریم. دوستان عزیز و گرامی‌قدر، این حرفش دقیقاً انسان را به یاد اون آیه مبارکه در سوره مائده میاندازد که الله سبحانه و تعالی میفرمایند که و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول، وقتی که به این مردم گفته میشه، برای این مشرکین گفته میشه که بیایید آنچه که الله به پیغمبرش نازل کرده، بیایید اینها را بپذیرید، قرآن را بپذیرید، اسلام را بپذیرید، آنها چی میگن؟ قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا، میگن برای ما کافی است آنچه که ما پدران خود با آن یافتیم، اجداد خود با آن یافتیم، همین برای ما کافی است. سوره مبارکه مائده آیه 104. بعد الله چی میفرماید؟ اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون، حتی اگر پدران اینها چیزی نمیدانستن و به هدایت نبودن، باز هم اینها دنبالش میرن؟ خب نباید اینطور باشه که عقلانی نیست که. حالا این آدم هم دقیقاً همان شعار زمان مشرکین میده و شعار مشرکانه را میده. آبا و اجداد ما این کار کردن. خب آبا و اجدادت این کار کردن، اگر بر نادرستی بوده باشه باز هم انجام میدی، افتخار میکنی به آن. دیگران هم کف میزنن براش. من بسیاری از این کف زدن های اینها را یعنی حذف کردم چون زیاد بود. به هر 4 کلمه ای که میگه اینها بر میخیزن، چاپلوسا تق 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 بله. یادی خیرتمندی ما بله. دیندار نیک
گفتار نیک و کردار نیک را این کلام منسوب به زرتشته که این میخوانه فعلا میگه. توجه کردید؟ کردار نیک، پندار نیک، گفتار نیک. و طبعا در دین زرتشتیت این وجود نداره. من حتی یک ویدیو به صورت مستقل این را صحبت کردم. کدام گفتار نیک، پندار نیک و گفتار نیک؟ حتی شما برید مثلا کتاب وندیداد رو بخوانید، مجموعه از قوانین در دین زرتشت بخوانید ببینید چی میگه. بخشی از کتاب اوستاست، از 5 بخش اوستاست وندیداد. برید بخوانید ببینید چی میگه. کجای این کردار نیک، پندار نیک و گفتار نیکه؟ حتی همین بخش اولش رو هم برید بخوانید، کهن‌ترین بخشش رو برید بخوانید، متوجه میشید. همچون ارزش بزرگ انسان دوستانه شعار زندگی خود قرار دادند. این 6000 سال پیش عقل کی رو میگیرد اینا؟ نه دیگه 6000 نمیشه دیگه، از زمان زرتشت 6000 نیست. حالا تو بگو دیگه، حالا گفته برای خود روان باش. گفتار نیک، پندار نیک. واقعا نوروز که امروز مقام بین‌المللی انم اینجا دیگه را سوختانده. چون مقام بین المللی گرفته، چون به هر حال در دنیا امروز حرف بلند بهاییت مثلا حرف بلند داره، این دین رسمی آنهاست. ببینید این نکته باریکر شاید خیلی ها متوجه نشده باشن. امروز شما در دنیا بهایی ها را یک قدرت بسیار بزرگ میبینید و مقر اینها مثلا در اسرائیل و بزرگترین قدرت رسانه‌ای در دست اینهاست. مثلا امروز شما BBC را ببینید، در داخلش بیشترین مجریانش بهایی هستند یا رافیزی هستند، ایران اینترنشنال، من و تو دیگه، صدای آمریکا و الی آخر. اینها در بینشان افراد بهایی وجود داره و بزرگترین قدرت رسانه‌ای را فعلا به دست دارن بعد از صهیونیستا. و صهیونیستا با اینها همکارن طبعا، یعنی همکاری بسیار والایی دارن. به خاطر همین برایشان اجازه داده میشه که در مقر سرزمین فلسطین اشغالی که به نام اسرائیل اینها مقر داشته باشند، تبلیغات داشته باشند، بزرگترین مرکز مذهبی و دینی بهایی ها در اونجا وجود داشته باشه. اینها دنیا را به شکل قانع کردن، چون که در عرض کردم به خدمتتون از کتاب الاقدسشان خواندم که میرزا بهاءالله این را به صورت واضح میگه این را خدا گفته دیگه. حالا کلام خودش خود نمیگه، کلام ماست، میگه این را خدا بر من فرستاده و وحی کرده که نوروز به عنوان عید دینی بعد از روزه برای شما قرار داده شده. خب این را تبلیغات کردن در دنیا، بسیاری از کشورها را قانع ساختن که فعلا این نوروز را به عنوان یک روز بزرگ بشمارن. حالا چون روز بزرگ شمردن، رحمانوف خودش را گم کرده. دنیای این عالم، این همه دنیا، اینها روز نوروز را بزرگ میپندارن. تو از کجا هستی که میگی که نباید بزرگ بپنداریم؟ ما باید افتخار بکنیم چون اجداد ما این کار میکردن، امروز کل دنیا میکنه. خب اگر کل دنیا آمد کارهایی که بعضی از اجداد من و تو میکردن، چون حالا ما هم به هر حال تاجیک گفته میشیم و به هر حال آریایی گفته میشیم، ما از همین سرزمین فارس هستیم، ولی هیچ گاهی ما به این کارها افتخار نکردیم، به این اشتباهات اجداد خود افتخار نکردیم. درسته؟ حالا مثلا کل دنیا قانع شد چون که در دین زرتشتیت این وجود داشته و در بین زرتشتیان یک زمان وجود داشته که با محارم خود ازدواج میکردن، کل دنیا این کار انجام بده، تو افتخار میکنی به این؟ کافیست؟ گرفته است مهرگان، صده و تیرگان که تجسمگری اندیشه های انسان دوستی و بزرگداشت طبیعت می باشند و عنعنه‌های دولتداری گذشتگان آریایی ما که در تاریخ بشریت نقش ماندگار. ای کاش یک کسی به این کتاب ایران در عهد ساسانیان یا بعضی از کتب دیگری که در تاریخ اون زمان نوشته شده را مطالعه بکنه. کسی به این بده که این مطالعه بکنه. تاثیرگذار بازیدن اساس هویت و اصالت ما تاجیکان می باشند. بنابراین از همه امیل دست میکشیم؟ از همه همین 6000 ساله تاریخ ملت خود دست میکشیم؟ نه دست نکش، این دیگه کارا رو انجام بدی. رشد بدی، اول از خودت شروع کن. نمیره مردم در درست فهموندن در کار هستن، بعضا پیدا میشوند که این بدین اسلام با یگان دین مایلان داره. ببینید این خیلی سریع، غیر از این که حالا بسیاری از نصوص شرع، نصوص دین که هر دینی برای خود یک سری اعیاد داره، هر دینی برای خود شریعتی داره. درسته؟ اسلام برای خود عید داره، اسلام برای خود شریعت داره، دین جامع کامل شامله. در غیر آن حتی در کتب فقهی احناف شما ببینید که حالا بخشی از این مسائل اسلامی است که در اونجا مطرح شده، خیلی شفاف و واضح همه را داره روی آنها خط میکشه، اما این دام الله ها صدایشان بر نمیه. چرا؟
پیشوای ملت. بله هر چی دلش میخواد بگه. این انسان برای خودش ما گفتم که مسلمانی ما را از دست ما غیر خدای تعالی به یگان کس خود گرفتن نداره. بله اسلام شما رو کسی از شما نمیگیره دیگه. هر کار دلتون میخواد انجام بدید، برید هر کار دلتون میخواد انجام بدید. اسلامتون رو کسی از دستتون نمیگیره. این بدبخت فکر میکنه اسلام در همون گوشه مسجد، حتی میبینید مسجد رو هم محدود میکنه. من نمیدونم برداشت این بدبخت از اسلام چیست. یعنی عرض کردم این قرار بر این نیست که هر کسی از هر دینی آمد وارد اسلام شد بعد از آن ما بگیم که اجازه داری که هر چی داری از دین گذشته بیار وارد اسلام که اسلام قبول میکنه. مثلا زرتشتی با عید نوروزش بیایه، نصرانی با عید کریسمسش بیایه، بودایی با عید خودش، هندو با عید خودش، هر کس با عید خودش داخل بشه، از اسلام چی باقی میمانه؟ از اسلام چی باقی میمانه؟ چی برای اسلام جور میشه؟ خلاص دیگه، حالا آبا و اجداد ما انجام دادن، ما مسلمان هستیم، اسلام را کسی از ما نمیگیره، اونها را هم انجام میدیم. سر مردم شیره نمال. این فرد در دنیا نیست. بله اینطور فرد در دنیا نیست. من هستم، میگم توضیح دادم برایت. بنابراین با حکومت مملکت و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر یادتان باشه قبلا چی گفت؟ مساجد بس دیگه، چی میسازید اینقدر؟ ببینید حالا چی فرمان داده. دوشنبه دستور داده می شود که جهتی در پایتخت کشور شهر دوشنبه بنیاد نمودن قانون، یعنی از روی کاغذ میخوانه، قانون میخوانه. ببینید حالا خودش گم میکنه کلمه. قانون خ کا نه قانونی قانون قانون یعنی مرکز تمدن آریایی چهار جون نماید. آفرین. حالا دیدید مسجد خراب کنین، مسجد نسازین، اما قانون فرهنگی آریایی بسازید، تجلیل از نوروز، کارهای دیگه انجام بدید. ملت بزرگوار تاجیکستان خوابهای بدی داره برایتان میبینه، خوابهای بدی داره برایتان میبینه. اختیارتان والله به شدت خطرناکه. امروز بحث نوروز، فردا یک چیز دیگر را میگه در بین آبا و اجداد ما بوده. خب بیا انجام بدی. بله. همچنین با در نظر داشته فلسفه و حکمت جاویدانه نوروز. من نمیدانم چی فلسفه‌ای داره که جاویدانه شد. سنت و عنعنه‌های بشر دوستانه ما فلسفهش را گفتیم، بعد از محققان در مورد جمشید چی گفتن و چطور شده و فلان شده و این فلسفهش است، این حکمتش است. باز این چی فلسفه و حکمت برای خودش ساخته نمیدانم. شاید فلسفه و حکمت اون چون جمشید بر تخت نشست، اینم فعلا بر تخت نشسته است و دیکتاتوری میکنه. درسته؟ دیکتاتوری میکنه. این بزرگترین فلسفه. شاید همین باشه دیگه، نمیدانم. و استفاده آنها بله. برای تربیت نسل‌های آینده در شهر دوشنبه مرکز بین المللی نوروز بنیاد کرده شود. بله این بنیاد بشه، قانون تجلیل از نوروز ساخته بشه، هیچ مشکلی نیست. ولی مسجد نه مسجد دیگه بس کافیه نسازید که عرش و کرسی و تخت ما رو برباد میده. نه این نسازید، قانون بسازید، در شهر دوشنبه بسازید. ولی مسجد نه، بس کافیه دیگه. خیلی ساختید مسجد. و من نمیدانم که مثلا از نوروز تجلیل بکنی باز چی پیشرفت علمی در تکنولوژی و در تمدن و در پیشرفت داره. مسجد نسازید، برید درس بخوانید، اما قانون نوروز بسازید. خب درس چی شد؟ درس چی شد؟ علم چی شد؟ تکنولوژی چی شد؟ جوانان برن یاد بگیرن، درس بخوانن. حالا در قانون نوروز میخوای به اونها چی یاد بدی؟ مثلا از لابلای نوروز میخوای به اونها یاد بدی که به مریخ برن؟ یا میخوای به اونها یاد بدی که به هر حال نوروز من نمیدونم چی ربط یعنی به رفتن به فضا و تکنولوژی و ساختن بعضی از نمیدونم، یعنی حقیقتا این برای من حل نشد. چی داری میگی؟ بانوان عزیز، بله. در پوشیدن لباس عصبانی نکنید، شکرانه همین دعوت کنید. بله شکرانه کنید که حجابتان را داره به هر حال بر علیه حجابتان تاخت و تاز میکنه. شکرانه کنید، شکر کنید از این آدم، دستش را هم ببوسید به خاطر که با حجابتان دشمنه. شکرانه همین زمین بیشاسا کنید. با عفت باشید، مادر و مادراتون را کسر و کشاماناتون را عزت و احترام کنید. اینها احساسات برانگیختن احساسات مردمه. خب یعنی خودش را دلسوز برای ملت نشون. فرزنداتون را تربیت خوب نمایید. مانند تو. تربیت خوب بسیار خوبه، ولی نه مانند تربیت تو بد تربیت شدی، واقعا بد تربیت شدی. هم به ملتت ظلم میکنی، هم بیچاره و در و بدر کردی، قدرت را محکم گرفتی، رهایش نمیکنی
و بر مسلمان ها تاخت و تاز میکنی، بیش از 90% مسلمانان داری به اعتقادات و باورهایشان و به شعائرشان داری زبان درازی میکنی، این کدام تربیته؟ همین می شود حج. این شد حج. توجه کردید؟ حالا من نمیفهمم این چی ربطی به حج داره. خب این کار خیر، اسلام گفته این کار خیر انجام بده، احترام به بزرگان داشته باش، عفت و پاکدامنی داشته باش، فرزندانت را خوب تربیت بکن، در کنار این گفته حج هم بکنید. حالا چی ربطی داره؟ خلاصه باید یک جوری با حج و با اسلام و با دین باید دشمنی بکنه. حالا چی ربطی به حج داره؟ همین می شود کاری ثواب. بله. هر فرد حالا فتوایش رو ببینید. در اخیر توجه شما عزیزان را جلب می‌داریم بر فتوای جناب رحمانوف، مفتی رحمانوف. ببینید که چی فتوایی میده. ملت عزیز تاجیکستان، خصوصا کسانی که شما در بیرون هستید، یک فتوای بسیار کاغذ پیچ، فتوای بسیار واضح و شفاف در تکفیر شما. گوش کنید. هر فردی تاجیکی که از همین وطن می‌نالد، از همین سرزمین بیشتاسای اجدادی می‌نالد، او مسلمان نیست. مسلمان نیست. خلاص تمام شد. هر کسی که از این سرزمین میناله، گرچه ملت تاجیکستان از سرزمینشان نمینالند، از ظالمان و ستمگران و دیکتاتورهای مثل تو مینالند، چون سرزمینشان را تو و امثال تو اشغال کردین، آنها را بیچاره کردین، در به در و خاک به سرشان کردی. کسی از سرزمینش نمیناله، از تو میناله، از توی ظالم و ستمگر مینالن، از دولت تو مینالن. حالا فتوایش رو ببینید. گوش کنید دوباره. این فتوا مفتی صاحب رحمانوف، این من نمیدونستم از کی مفتی شده. این فتوا و چی فتوای خطرناک میده، یعنی تکفیر کرد، همه را تکفیر کرد. گوش کنید. هر فردی تاجیکی که بله. از همین وطن می‌نالد، از همین سرزمین بیشتاسای اجدادی می‌نالد، او مسلمان نیست. بله. کور است. بله. مسجدها را ساختیم. مسلمان نیست، ولی خود این مسلمانه. کور است. هر کس که میگه مسلمان نیست و کور است. بله. جزاکم الله خیرا. و من خواهش میکنم عزیزان تاجیک و بزرگواران تاجیک، اولا این ویدیو را منتشر کنید به صورت گسترده، و ثانیا عزیزایی که در کانالی که ما داریم، چون زیر فشار است، انشاءالله مشترک بشن تا هفته یک بار یا در 2 هفته یک بار یک برنامه، یک صحبتی پیرامون اوضاع تاجیکستان داریم، چون ملت عزیز تاجیکستان به گردن ما حق دارن، برادران و خواهران مسلمان ما هستند، و در عین حال عزیزانی که در مسائل سیاسی اطلاع دارن، قضایای سیاسی، صحبت‌ها و چرندیات این را پاسخ بدن. خواهش میکنم پاسخ بدید. ملتتان بر گردنتان حق داره. مسلمانان مظلوم تاجیکستان بر گردن شما حق دارن. بگید حقایق را. الله متعال به عمرتان برکت بده. جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم. در حفظ و پناه الله سبحانه و تعالی باشید. تا گفتگوی بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.